روسیه اکنون به مهاجران تاجیک نفقه می‌دهد. 30 ایون است. دومه دولتی روسیه سازشنامه درباره تقسیم نفقه میان تاجیکستان و روسیه را تصویب کرد. همکنون بعد امضای این سند از سوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با مهاجران تاجیک که در روسیه کار میکنند نفقه داده می شود. این سند ماه سپتامبر سال گذشته در شهر دوشنبه امضا شده. ماه اپریل پارلمان تاجیکستان آن را قبول کرده بود. اما دادن نفقه برای مهاجران یک شرط اساسی دارد. دلمراد دولتزاده سردار آژانس سقراطی اجتماعی و نفقه تاجیکستان 2 ماه قبل در جلسه پارلمان گفته بود از این پس روسیه و تاجیکستان وظیفه‌دار خواهند شد به شهروندان همدیگر که در قلمرو دو کشور کار کردند نفقه بدهد. او افزود طلبات برای هر دو کشور این است که شهروندان سابقه یا پیشینه کاری داشته اندازه اجتماعی داده باشند. در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده مالیات سپردند ولی هنوز نمیدانند که با آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. ولی در این میان آنها نیز هستند که سالها در روسیه کار کردند ولی یا فعالیتشان رسمی نبوده است و یا اندازه اجتماعی نسپردند. سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای دریافت کار و درآمد به روسیه می روند. مهاجران بارها نگرانی کردند که سالها در روسیه کار کردند و در وقت بازنشسته شدن نفقه آنها در وطن چی می شود.